دوستان نحوه تنظیم ساعت فرمان تصفیه استخر رو میخوام بهتون توضیح بدم، به این صورت که قبل از تنظیم این اصلا توی سیم بندیش ما یه کلید 012 نیاز داریم که روی حالت خاموش دستی و روی حالت خودکار هم باید عمل کنه. روی حالت دستی که مشخصه، وقتی میذاریم روی حالت خودکار باید بیایم این ساعت فرمان رو تنظیم کنیم. روی خود ساعت فرمان هم یه کلید داره که روی حالت خاموش کلا این ساعت فرمان خاموش میشه، وسط روی حالت اتوماتیک یا خودکاره، پایین هم بیاریم مثل همون کلید پمپ هامون رو روشن میکنه. ما میذاریم روی حالت خودکار و میایم برای تنظیم ساعت فرمانمون. ساعت فرمانمون از ساعت 1 تا ساعت 24 باید اینجا شاخصش تنظیم بشه. الان که ما بعد از ظهر غروب هستیم، این ساعت باید روی 7 یا همون روی 19 تنظیم بشه. این قسمت سفیدی رو سمت عقربه های ساعت که بچرخونیم، این مشخصه ساعت که اینجا نوشته پرزنت تایم که نشون میده که شما باید اون لحظه رو، اون حال رو بیارید، شاخصش رو روی این قرار بدید. اینو بچرخونیم، ساعت 17 که الان ما هستیم میاد روی این قرار میگیره و میشه زمان حال. بعدش برای اینکه ما بتونیم موتورمون رو یا پمپمون رو تو همون ساعت‌هایی که می‌خوایم روشن کنیم، هر کدوم از این شاخصه ها رو که به سمت عقب هل بدیم، که اینجا مثلا فکر کنید ما می‌خوایم از ساعت 10 تا 10 و نیم پمپمون رو روشن کنیم، هر یه دونه از این شاخص ها یک ربع هستش. هر یه دونه از اینا رو بدیم بالا، الان از ساعت 10 تا 10 و نیم وقتی این ساعت فرمان به چرخه بیاد روی ساعت 10 برسه، این از ساعت 10 تا 10 و نیم روشن میشه. که ما الان اومدیم توی ساعت‌های مختلف این رو تنظیم کردیم که مثلا از 6 تا 6 و نیم اینجا روشن میشد، دوباره ساعت 1 شب تا 1 و نیم روشن میشه. به همین صورت هر ساعتی که شما بخواین خیلی راحت میتونید اینجا این رو تنظیم کنین که عمل کنه. به همین سادگی که میبینید. دمتون گرم، موفق باشید.